ها ششتی تیار شو امشب همراه دیگر دخترها به مرکز دلخوشی میروی شکار را سر میکنی نمیروم. شما با من وعده دادید که در خارجه در کاشانه حسن کار میکنم و از پول حلال پول کار میکنم. دمت رو گیر من تو را تا به اینجا آوردن $10,000 صرف کردم تا قرضت رو برنگردانی خلاص نمیشوی پنیری به پول در مشقپک در خارجه کار میکنم گفته خود را با بلا گرفتار کردم. стоп ثبت شد ما هنرمند هستیم و این فقط یک صحنه بود اما در حیات واقعی نیز آدمان زیاده با مشکلی سودای آدمان دچار می شوند همه ساله بیش از 40 میلیون آدمان در سیاره زمین به دام غلامی میافتند. تشویش‌آور آن است که 70% سودای قربانیان آدمان این زنان، دختران و کودکان نابالغ میباشند. اشخاصی که با سودای آدمان مشغول است صید خود را با بهانه کاری سردرآمد به خارج کشور برده به غلام مهنتی یا غلام شهوانی تبدیل می‌دهد. قربانیان را همچنین برای ترانسپلانتاسیای عضوهای داخلی و یا ثبت رولیک‌های پورنوگرافی نیز استفاده می‌برند. برای به دام چنین آدمان نفتیدن قاعده‌های زیرین را رعایت نمایید. با تکلیف‌های شبهه‌آور درباره کاری سردرآمد در خارجه باور نکنید. قانونی بودن یا نبودن فعالیت شرکت یا شخصی را که شما را برای کار به خارج کشور دعوت کرده است از روی رقم اجازتنامه و معلومات‌ها برای تماس در اینترنت سنجید. در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی فکر و اندیشه دیگران را درباره کار این شرکت یا کارفرما جستجو نمایید. با حقوقشناس یا تشکیلات‌هایی که در سمت مهاجرت فعالیت برده مشورت حقوقی را به مهاجران مهنتی پیشکش می‌نمایند. درباره کار این میان‌عرب‌ها مشورت نمایید. اگر به اروپا، امریکا، ترکیه یا کشور دیگر سفر کردنی باشید حتما از کارفرما طلب کنید که به شما رسما دعوتنامه کاری و نسخه شرطنامه مهنتی را فرستد. به روسیه سفر کرده بعد رسیدن کار یافته باشید قبل از به فعالیت مهنتی شروع نمودن با کارفرما شرطنامه مهنتی بندید. برای مهاجرت مهنتی به خارج کشور به تشکیلات و اداره‌های رسمی مراجعت کنید که با مهاجرت قانونی سر و کار دارند یا مشورت‌های قانونی و واقعی را پیشکش می‌نمایند. اگر با مشکلی سودای آدمان روبرو گشتید حتما به پلیس زنگ زنید یا به شرکت‌های زیرین مراجعت نمایید. بی‌طرف نباشید. این نوا رو با یار و دوستانتان روان کنید تا از خطر سودای آدمان با خبر باشند. خواهی باشی در امان حقوق‌هایت را بدان.